مثلا بکنگار میاد دوست چطورید رفقا؟ خیلی دلم براتون تنگ شده بود رفقا، خیلی. تو این چند روز که نبودم متاسفانه هم اینترنت هم قاطی کرده بود، هم قند شکنمون ایراد داشت. اصلا نگم براتون بگذاریم. ولی امروز دست پر اومدم. امروز اومدم با بهترین لحظات خنده‌دار آیسان اسلامی. پس دیگه سخنی نمیمونه بخوام توضیح بدم. ناموسن؟ بزنید بریم داخل ویدیویی که قرار کلی بخندیم. Let's go. آماده اید که ویدیو خیلی خفن رو شروع کنم رفقای عزیز دل و جانم؟ پس تکیه بدید به صندلیتون، لذت برید. برو بریم. وقتی میای تو طبیعت و پشا بازم ولت نمیکنن. بابا نگا پشه کسکش دیگه بابا. برو دنبال کارت دیگه. ما از جنده این همه روز اینجا تنها داری کسبازی در میری. برو دیگه بابا. اسکول چه خبر؟ یو گریه میکنم یو میخندم. دخترها وقتی ویدیو میشن کسخولیه مثلا این سبک، اصلا این سبک عجیب غریبش میگن شوکولوفسکی. واو واو واو. یکی از دوستان عکس ما رو لایک کرد. شوکولوفسکی. بعد رفت اون عکس پایین لایک کرد. پایینه که لایک میکنن یعنی چی؟ یعنی که پول میخوره. اش گفت که من با دوستم میخوای شام همه با هم بریم. بودم نه تو دوستت با هم خودتون بریم. یه دختر بوده شب که برای تعمیر خواستی بیا خودت بیا. با دوست کجا میخوای بیاری؟ حلقه پت کنی. نه با دوست نمیخواد بیاری. من بدم میاد دوستا دور هم باشن. میدونی که شروع میکنن غرغر کردن فقط. آخ طلا باید دهنتو بگیرن. اوه فهمیدی شد قبول دختره بیاد پیشت بعد بیان داده میشه دوستام بیارم. نه با دوست نه. یا حالا ادامه ماجرا باشه. حالا من یه دقیقه با دوستم بریم خونه دوستم. منم که داداش دیگه تینیجر 18 ساله نیستم که. دایی اگه حبه قرص رو بندازه بالا دیگه دنیا بیاد پایین. با تعمیرات رو شروع کنه. آره. بعد همین گفتم اگه با دوستت میخوای بری داداش خود با دوستت برو. همه کاراتی که کردی با دوستت دیدی خونه دوستت رفتی. بعد با اون دوستت که دوست داره با دوست من دوست بشه دوست شدی. همه دوست در دوستی شد. دوست بشه در دوست بشه کردی. آدرس من داره دیگه. بیا در بزن. این پیرمرد جدی میاد در اینجوری با میکنه. آره این کارگوز بازی هم جواب نمیده. باحاله اصلا. گل ما تا الان میدونم فوش خیلی کم میکنم. آیسان رو اذیت نکنید. من گایده شو نمیدونم صحبت بکنم که تا میخوام بیام بگیم که تو کس خاره یارو این یارو اومد. بعدن آقا یه سری آدمایی که دیگه میبینید خیلی کتابی منو آنفالو کنین ناموسن. راست میگه دیگه. یه سری ها منو فالو کردن. من از رو درواسی دارم صبح باید نمیدونم چشمون کثیفی بیام جلوی دوربین. منو آنفالو کنین خودتون یواشکی نگاه بکنین فلا اینا. آره دیگه تیپ من نگاه بکنین دیگه. بیا خدایی ببین حالا میخوام راجعش توضیح بدم. صبر کنی. سلام عزیزی گلو آسی پاسی دلم بوده تا به شیرمرد. ببینید وقتی مثلا اینجوریه خب فالو نکنید. واقعا راست میگه. من خودم خیلی وقت آیسان رو فالو دارم. ببین مثلا خیلی به نظر خودم و نظر شخصی خیلی خاکیه. خیلی انگار مثلا بغل دستت نشسته داری با حرف میزنی سلام چطوری مثلا اینجوری. من خدا وکیلی مردونه خواهر برادری شما خودتون تو خونه هاتون فوش نمیدین؟ مثلا وقتی عصبانی خیلی میشین دیگه گهاینا که نمیگین دیگه. بچه که نیستیم دیگه. گرفت میگیری چی میگم؟ پس در اینجوریه. بس بریم ادامه. وقتی رفیقام ازم میپرسن چرا دوست دختر نداری؟ آقا مگه کسخولم؟ زندگی راحت تو خونه برای خودم هستم. کجا میری؟ کجا میای؟ اون کیه؟ جمع کن کاسه کونه تو. یه لازم راست میگه. سینگلی هم بد نیست. اونجا میشینیم هم غذای مدیترانه‌ای بخورم. دو روز از ایران اومده. تا پری روز با میرزا قاسمی دست پنجه نرم میکردی الان مدیترانه‌ای شدی به سر قضیه شیرمرد. من جلوی راست میگه. خدا وکیلی دیدید بعضیا مثلا میرن
از ایران خارج میشن میرن یه حتی برای یه سفر نر مهاجرت مثلا میرن یه کشور خارجی بعد وقتی برمیگردن آره ما اشویسیا ساسا با ساسا هم کن مسخره سان فرانسیسکو خوردیم نمیدونم فلانه میگن دیگه دفنگاه دهن همه تونو گاهید رستوران بیان بیرون شلوار پاپیون رو به سر شاه بزنه راننده در واقع من همون لحظه که راننده در واقع من گسخولم دیگه یه دونه بزنم دم دولش یه دونه جوری بکنم کدوم پولدار این کارو میکنه؟ هیچ کس پولدار میگه اشنمه ساعت خارکسته پدک فیلی ببندازم دست و اول فر یه ایرانی هم اونجا رد شه آقا ایسان پسر شاه بعد محافظ منو قول یارو رو قول بده عقب بزنم تو گوش محافظ کسکش مادر جنده مردم منو به اینجا رسوندن پسر بیا بشین عقب لیموزین الهی تو از در خونه اومدیم بیرون ای پروردگار هر چی کیره خره ما دور بفرما الهی آمین دایی تو همین الان ما دوانتایی داریم میره زیر ماشین در بندوبار نیستم من یک کسخل چرا روانی وقت به رفیقم میگم دونگتو بده دونگتو نمیدی رقصش علا پلنگیه بچه رقص آیسان تا حالا ندیده بودم خدایی خیلی باحال این حاجیه نمیدونم میشناسی نه یعنی آیسان خیلی اذیت میکنه خیلی هم باحاله هم آیسان بالا هم حاجیه حالا اینجا نمیشه وقتی دارن میکنن تو پاچه حاجی همون رفیقم حالا اصلا ساعت گرون بخرن حالتو من گاییدم زن کسکشم آقا ببین یه کاره مخالمه نشو جان خانمان تعداد کمشون آنانگیشون خوبه وقتی اعصاب در جای دیگه خرابه نخنده میز بغلی رو بگون نخنده باید دوش سرگیر باید دیم ده معبای سر بره شمالیه عزیز اگر فهمیدید چی گفت داخل کامنت ها بنویسید حتما ما نفهمیدیم وقتی یه شات قهوه به رفیقم میدم بخوره یکی از قصد دوبار رد شد به انگلیسی صداش کردم بودم بیا اینجا گفت چیه بودم میخوای با دست دندوناتو بکنم همه یا نه دیدم فرار کرد تو مگه مریضی نباید این کارا رو بکنم آقا نوشته وقتی بچه فامیلو گیر میاری نیده کالسکه رو بگیریم صبح اینجا قلم بزنیم به سمت نونوایی ای خدا این یه تکی بگیریم من یه تکی میشه دو تا دیگه گرفتی چقدر اینجا تیترشو باید نوشت وقتی سینگلی بهت فشار میاره چون این تیترش هم میتونست بال باشه برنگی ما روی پردازی بیا اینمون برای تو رنج روور میخرم بهترین زندگی رو برای تو فراهم میکنم کجا پیاده داری میری گرفتاری داری دنیا خیلی موفقه ها از کنار هم رد میشیم اون به من احتیاج داره من به اون ولی هر دو خاک بر سر داریم مسیر اشتباه میریم راستم ای کیرم تو این زندگی ای کیرم تو این کارکس نه امروز روز خوبیه نه کیر امروز میفرستیم جای دیگه زندگی فقط گل و بلبل امروز تغییر مود این عکس هایی که میذارم این کفش دختر مختل اینا هیچ کدوم من نیستم و اینا همه تو اینترنت پیدا میکنم اینا رو الکی توهم نداریم وای خلاصه کس آورد کس کجا بود اینا کیر خرم اینجا نیست همش تو اینترنت یک دونهش من دختر برادر جان نرم آره دختر وجود نداره اینجا استوریاشو نگاه کنید حتما آره فدای تو یارو قد بلنده بود اونم فالوور مالوور جان قدیر نرین تو پیجش یارو نکنه هر چی دختر من اومدم به شما گفتم شما پروندینه و چی فارسی اون زیر میدین ناله کن کرده کلاش دو بسازونه خب عزیزم آیسان جان این خاصیت بیشتر ما ایرانی هست چون این که حولیم حالا حداقل خیلی همون هم نه بیشتر ما حولیم و سینگل به اون فشار اومده تا یه دختر میبینیم دست بهم هول میشه چرت و پرت شروع میشه هر چی دختر توی اکسپلورر این خوشگل مشکل خارجی ها من میرم به اینا دایرکت بدم میبینم که 3 سال پیش یا یه گل روزی یه گل شمدانی یه هاواریوی یه جا
بعد انقدرم کسخل بودم اون موقع چت میکردم دیگه، به همم زدم که من شما رو میشناسم، مثلا یارو توی چه میدونم بلغارستان توی روستا با دوی رو اسب دختره. خب بربچ چطور بود؟ خوشت اومد؟ اگه واقعا خوشت اومده خنده به لبات آوردم لایکو بکوب، مردونه بکوب روش. مرسی و یادت نره کانال ما رو به دوستان آشنایان خودت معرفی کنی که اونا هم بیان جز خانواده کینگامی بشن. یادت نره بازم و مثل همیشه ما این بالا میاد کلی پست خوب میذاریم مخصوص شما عزیزایی که این ویدیو رو دیدید و اگه از این ویدیو خوش اومده پارت های بعدیش رو خواستی بنویس داخل کامنت ها که حالا اگه دلت خواست پارت های بعدیش هم آماده است بذارم براتون، اگه نه که هیچ نمیذاریم. همه چی بستگی به شما داره عشق من. و اینکه مثل همیشه باز هم همیشه بهتون میگم به هدفی که داخل زندگیتون دارید خوب تلاش کنید، برایتون ادامه بدید، اصلا تسلیم نشید، چون تسلیم شدن مساوی با مرگ. یادتون نره. دوستتون دارم، عاشق تک تکتونم، امیدوارم دلتون پر از شادی باشه. تا ویدیو دیگه میبینمتون. بدرود.